تا که توحید نداشته باشی عملت قطعا قبول دربار الله نمیشه. بنابراین اعمال مشرک مورد قبول الله جل جلاله قرار نمیگیرد و هیچ دین غیر از دین اسلام در نزد الله متعال قابل قبول نیست. ابو لهب میگه صهیبیه را آزاد کرده به خاطر که بشارتی ولادت رسول الله صلی الله علیه و سلم داده و دروغ بود. قرآن میگه که با شرک قطعا غیر از ابو طالب که به نص ثابت است که تخفیف در عذابش آمده، دیگه به کسی ثابت نیست. به خاطر از که بدعت رواج بکنه چقدر دست در کجا میندازه. مردم دیدی تلاش میکنه علمای حق پرست که مردم از شرک نگاه کنه. این مردم تلاش میکنه که مردم باز در شرک واقع شد. در پنجاب زمانی که میلاد میشه منبر مزین میشه، عقیده دارن که رسول الله اینجا میاد، در این مجلس تشریف میارن. اینا چی میکنی؟ در یکی از مجالس دستاربندی جناب یک مدرسه است در مرکز کابلتان دوره حدیث میشه. در تای منی سرکی دو ما رفته بودم، انانسر میگه ای مردم رسول الله صلی الله علیه و سلم امروز در اینجا تشریف آورده، حضور داره. شما باور بر الله بکنید شیخ الحدیثا اونجا نشسته است، کسی من کار از این گپ نمیکنه. اینطور وطن است. اینه چی میکنه؟ در یک مسجد دیگه مجلس علما است. مجلسی کیست؟ مکمل علما. یک جناب عالم میخیزه میگه زمانی که عیسی علیه السلام هم در نزدیک قیامت از آسمان پایین میشه به مذهب امام ابو حنیفه رحمه الله است. متجسم ملاویږي ګوره عیسی علیه السلام چې راکوشي ابم په فقه انفي باندې فیصله فقه انفي باندې فیصله. مرتبه پیغمبر خیلی زیاد است. مرتبه یک امام مجتهد، او جناب محترم میگه که مرتبه امام ابو حنیفه است، عیسی علیه السلام که بالاتر است. او هم باز به پیروی مذهب ازی باشه. مذهب ازی نمیگه که به دین رسول الله صلی الله علیه و سلم عمل میکنه. دینی تر وطن ما شما قرار داریم از کی گله کنیم؟ عالم ما اینطور میگه. عالم ما امی سخنا را به مردم تلقین میکنه و مردم عریضیتان رو به پیغمبر کردم. پیغمبر را گفتم که پیغمبر او میربان زاد. این حالت ما را ببین. از کی گله کنیم؟ و کسی که امامت است، و کسی که مقتدایت است، و کسی که فتوای برات میده، و کسی که تو میگی این مرا رهنمایی صراط مستقیم میکنه، او برای تو رو بگوید کدام طرف برویم، کجا بریم. بیاد الله متعال غیر از اسلام دیگه چیز نمیپذیره. اسلام چیست؟ عقیده توحید و یکتاپرستی است. و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه. دوستان نمروز میلاد نبیست مروز میلاد نبیست یا چپان نمروز میلاد نبیست مروز میلاد نبیست یا چپان نمروز میلاد نبیست مروز میلاد نبیست دوستان نمروز میلاد نبیست مروز میلاد نبیست دوستان نمروز میلاد نبیست مروز میلاد نبیست